با سپاس و درود به همیهنان عزیزم، عید نوروز باستانی را تبریک عرض میکنم. باور دارم که در سال جدید نور جایگزین تاریکی، خرد و اندیشه جایگزین جهل و نادانی، سلامتی و شادی جایگزین بیماری و غم و غصه، سفره‌های پر جایگزین تنگدستی، صلح و آرامش جایگزین جنگ و ناآرامی خواهد شد. تو ایران نباشد تن من مباد، در این بوم و بر زنده یکدم مباد. درود فراوان به همه شما عزیزان. سال نو رو به همه شما عزیزان در هر کجای این کره خاکی هستیم تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید سالی پر از صفا و صمیمیت، سالی پر از برکت و آرامش و صلح و صفا باشه. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سفره نو، بوی یاسه جانمازه ترمه مادر بزرگ. با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم. سال نوتون مبارک. هر سالی درس خودشو داره. برا من سال رها کردن از اعماق جانم بود. به کلمات آسونه که آدم بگه رها کردم ها، و ممکنه شما فکر کنیم بهاره راهنما بارها رها کرده و جرأتشو داشته، اما نه مثل امسال فهمیدم خداوند بهترین شفا دستشه. ما نمیتونیم بریم پیش دکتری که قبولش داریم بگیم این آنتی بیوتیک و این دارو رو به من بده، اون میگه من میدونم برای تو چی خوبه. برای همین دیگه هیچیو برای خدا تعیین تکلیف نمی‌کنم. تلاشم میکنم اما میسپارم به کائنات، و کائنات عاشق آدمای شجاعیه که سپردن و رها کردن بلدن، عاشق آدماییه که نظاره‌گر نجات زیبای خداوند میشن، و مطمئنم که یک قدرت برتری هست که در دقیقه و نظم و اصول خودش همه چیزو به بهترین شکل بهتون هدیه میده. شما فقط کنترل نکن، ببین 404 چه سالی بشه.